راستشو بهم بگو، چرا نمیذارن ببینم چیزی شده؟ ای بابا فیروزه، تو که میدونی بابا زندانیه، میگن ممنوعه، حتی تو طبقه‌ای که هستم نمیتونیم بریم. باشه، منم دارم میام تو راه. باشه، تو راه هم نگران نباش. آیاز لطفاً یکم تندتر برو، یکم تندتر. کلم تازه فرما تموم شد. آب زده. بیا ببر کلم. هزینا 2 کیلو سفتشو بهم بده. صفیه خانم اینا تازه ترن. دخترم اینا بهترن. بفرما خانم. پر آب و شیرین درجه که اعلا. وای که رنگ بوی داره. بیا بخور. ببین چه شیرینه. دخترم بخور برای تو قاش کرده. بخور ببین چطوره. میباره. از اینجا که نمیشه خانم، بگیر دستت راحت بخور دیگه. آره همینجوری بگیر بخور. ببخشید. بفرما پرتقال. خیلی خوبه. خب دیگه بیا بریم. مقصد شما بود خانم. نوش جونتون. خب عزیزم روزتون بخیر. بیا این بره بازم. روزتون بخیر. فهمی اومد. حالا چی کار کنیم؟ نه نمیتونم همینجوری اینجا بشینم که. نه فیروزه، یه نفس آروم بکش. یه جوری باید انجامش بدیم که یه وقت گیر نیافتیم. درستش میکنیم. مطمئن باش. بابات کجاست؟ نمیدونم مامان، بردنش اونور. بگو ببینم فهمی. همه خانواده‌اش اومدن. دختراش؟ بله، دوتاشون اینجا. یه عکس برام بفرست. همین الان میفرستم. خستش نکنین، فقط 5 دقیقه. نباید کسی شما رو ببینه. اگه کسی دیدتون نگید من آوردمتون اینجا، برای من مسئولیت داره. ممنون. خیلی ممنونم خانم. بابا من اومدم. بابا نگاه کن، من اینجا، همینجا پیشتم. خیلی ترسیدم ولی خوبی بابا، خوب میشی، حتی بهترم میشی. همونطور قول دادیم میریم ماردین مسافرت، با هم میریم میگردیم. بابا نفس تو، آزادی تو نذار ازت بگیرن، نذار، طاقت بیار، تحمل کن. به خاطر من، به خاطر ما. اگه
اگه چیزیت بشه من میمیرم. میمیرم بابا، میمیرم. فهمی جریانو بهم گفتش. ماجرا تموم شد نه؟ یه لحظه از چشمت خوندم دلت میخواست دختر همون باشه. مثل گوری بودی که نزدیک بود شکارو بگیره. آره منم میخواستم اون دختر یاشار پینار باشه. اینجوری هوش و جسارتش خیلی خاص میشه. متاسفانه اینطوری نشد. پس چرا حس ششمم هنوز میگه اون خودشه؟ اون حس شیشمت نیست، غرورته. من که خیلی خوشحال شدم چون نزدیک بود عاشقش بشی. یه دختر همونجوری که میخواستی. اما حیف که این دختر اون دختر نبود، یه کارمند معمولی بود. واقعا؟ همینه؟ پس غیر از این چیه؟ دیرم شده، خودت به مامان بگو باشه؟ فیروزه باید همین الان بریم، یکی داره میاد. فهمی هم دیگه رفته. خیلی دوست دارم بابا. نمیتونم برم، نمیتونم بابامو اینطوری تنها بذارم و برم. نمیتونم. ممنوع الملاقاته. ببین نذاشتن بقیه هم بمونن. دیگه فایده‌ای نداره اینجا منتظر بمونیم. داره. کسی که بره پیشش میتونه بهش بگه دخترت اینجاست. میفهمه که اینجام تا به هوش نیاد و چشاشو باز نکنه. نمیتونم برم، نمیتونم. باشه تو نری منم نمیرم. فیروزه الو. من بیمارستانم داداش. بابا رو دیدم. بیمارستانی؟ چجوری بابا رو دیدی دختر؟ یواشکی دیدم. من اینجام، شما نگران نباشین. باشه بابامم خوبه. باشه بازم بهم زنگ بزن. منم میخوام برم پیش خواهرم بابامو ببینم. منم میرم که فیروزه تنها نباشه. بایستین بابا، اون خودش یواشکی رفته تو، کسی خبردار نشده. نمیخواد برین خونه. یالا. بابات حالش چطوره؟ حالش خوبه مامان جون، نترس. همون جوریه. به هوش بیاد فیروزه بهمون خبر میده. خدا رو شکر. حالا دیگه فیروزه زده رو دست ما. ممنون. نوش جان. Gidiyorum ben ama içimde sevdiğim var. Yani sen hep gül kokardın. Sen ben diye bir şey yoktu, sadece biz vardık eskiden. Her gün bahardı. Bu ayrılık sonumuz, kaderimiz, kederimiz oldu. Bir bilsen ben sana mecburum. Bir bilsen
چرا هنوز اینجایی؟ بعدشم چرا گذاشتی همینطوری سرمو بذارم رو شونت؟ نمیدونم فازت چیه. برو دیگه. باشه، خبرش شد بهم بگو. باشه؟ آقای دکتر، بابام یاشار پینار حالش چطوره؟ حالش خوبه، نگران نباشین. یعنی میتونم ببینمش؟ دارن میبرنش به اتاقش امشب یا نهایتا فردا صبح برش میگردونن زندان. ممنونم. بابا دخترم چطوری بابا؟ خوبی؟ خوبم، نگران نباش بابا. خدا رو شکر، خدا رو شکر. مامان، بابا رو بردن اتاقش. خدا رو شکر. فیروزه بهمون اجازه میدن که ببینیمش؟ نه اجازه نمیدن. امشب یا فردا صبح برش میگردونن به زندان. ایشالله که زودتر خوب بشه. خب من دیگه قطع میکنم، من رسیدم، شب میبینمت. ایشالله مامان، میبینمت. ای زنجیر رو فراموش کردیم وگرنه زنگ نمیزدم. عمدن این کارو کردم. کلیداتو بده عالیه. باشه. آقا گفته بود این صبح بیدارتون نکنم. هنوز داری با پر روی حرف میزنی. بازم پا شدی اومدی؟ مگه امروز چه روزیه؟ مگه امروز نباید میومدم؟ اون از باشاک خانم. حالا دیگه نوبت ما سالیه. با چه روی اومدی اینجا؟ من تو رو بهشون معرفی کردم، گفتم خوبه، تمیزه، مورد اعتماده. چی شد؟ دیگه نیا، یکی دیگر رو پیدا کردیم. به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. اینم شانس ما. حالا چیکار کنم؟ دیگه بدتر از اینم میشه. خونت کپک بزنه انشالله. خب حالا این یکی رو برام حل کن. خسته شدم فیلیز، یه استراحت بدیم. خیلی خوب، باشه. دوست دخترته؟ نه بابا، همینجوری با هم دوستی. اوه آقا کرهان، خسته نباشی. تعجب کردم، دیدم داری درس میخونی. فیلیز جون، یه لحظه با من میای؟ میام براک جون. داداشت چطوره؟ اون هنوز خیلی عصبانیه براک جون. منم براتون خیلی ناراحتم. میدونم، میفهمم، اما ناراحت نباش. امروز کاملا درستش میکنم. مشکلمون حل میشه. حالا میبینی. چطوری؟ ممنون، شما چطوری؟ ممنونم، منم خوبم. حقیقتش این که یه موضوعی میخواستم بهتون بگم. بله حتما. چه اتفاقی افتاده آقا آلو؟ یه مشکلی پیش اومده آقا فهمی، راجع به آقا یاشاره. بریم، بفرمایید اتاق من. چی شده؟ چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ آیا چی شده؟ دستیار وکیلش اومده بود یه چیزایی میگفت. فیروزه ساکت باش، حالا که اینجاست. اومده بود خونه ما یه چیزایی میگفت راجع به دلیل و مدرک و اینطور چیزا، و اینکه باید گزارشمو عوض کنم. نمیدونم چی کار کنم آقا فهمی. نگران نباش آقا هلوک. نمیدونم خونمو از کجا پیدا کرد. با یه نفری اومده بود، با داداشم هم درگیر شد.
خبر داغ برات دارم. نگهبان هالوک اومده بود، با فهمی صحبت کرده. گفته یه وکیل اومده، گفته وکیل یاشار پینار هم هستش. حالا دختره چه شکلی بوده؟ پوست روشن، قد بلند و چشم آبی. فیروزه. دقیقاً روز از 9 کشدار شده. معلومه اونی که رفته خونه هالوک و دستیار من و دختر یاشار یه نفره. فیروزه. و من همین امروز اینو ثابت میکنم. چه جوری ثابت میکنی؟ از دختری که نمیپرسی از بازی کردن خوشت میاد؟ اونو میبرمش خونه خودش، میبرمش پیش برادرش و خواهرش و مادرش. فیروزه؟ بله. از حساب داری 20,000 لیر بگیر، یه کیف زنونه و یه شال ابریشمی بخر. بهت میگن چه مارکی باشه. برای کی؟ برای زنی که احتمالاً تا حالا تو زندگیش همچین هدیه و همچین مارکی ندیده. چی کار کردی؟ گفتم برای مادرش هدیه بخره. اون نمیدونه برای کی داره هدیه میخره و نمیدونه داریم میریم دیدن کی. دوست دارم ببینم آخرش چی میشه. هالوکم رفت، بیشتر اومده خبر بده تا ترسیده باشه. الان منو درگیر این چیزا نکن. اگه با منشید اینجوری حرف بزنی خیلی بهتر میشه داداش گلم. ببخشید مزاحمتون میشم. این فاکتور اضافه کاری دیشبه برای غذایی که گفتین بیارم خونتون. برای شما ممکنه تاکسی سوار شدن راحت باشه، اما برای من نیست. بفهمید. آی چه سرسخت. ارتان حالت خوبه؟ خدا شفات بده. خونه نیست که، خرابه است. موبایلم کجاست؟ الو. ها؟ الو. سفدا تویی؟ آره؟ حرف بزن دختر. چرا زنگ زدی به من؟ آهنگو قطعش کن بابا. برای چی زنگ زدی؟ گند زدی به زندگی ما، اونجوری ولم کردی رفتی، بس نبود سفدا؟ من برای تو جونمم میدادم. آره جونمو میدادم، ولی تو چی کار کردی؟ زندگی منو نابود کردی رفتی. مثل سگ دوست داشتم، خدا لعنتت کنه، اما تو با رفتنت زندگیمو به باد دادی دختر. اون آهنگو قطعش کن. قطع کن. چرا قطع نمی کنی؟ میخوای منو احساساتی کنی؟ من احساساتی نمیشم. من تو رو خاک کردم، تو واسه من مردی. خدا لعنتت کنه دختر. چی شده پسرم؟ نتونستی بری بانک مرکزی رو بزنی؟ ای ببخشید درسته، وقتی اسمت میشه دزد بیکار میمونی. برو اونور. وایسا ببینم مامان چی شده؟ داری عصبانیتتو سر من خالی میکنی چرا؟ چی شده؟ باشاک خانم که هیچی. به نفیس خانم هم یاد داده کلیدا رو ازم بگیره. من موندم و فقط یه خونه. ای بابا وایسا ببینم چی شده. آخه مامان
ماما خودت جای نقشه گنجو بهم نشون دادی، خودت همه چی رو گفتی که توی جعبه زیر آینه چی هست. فرداش منم رفتم آوردمش چون فکر کردم تو میخوایش مادر من، وگرنه من چه میدونستم؟ عقلم به این چیزا نمیرسید که. خدا لعنتت کنه فاروق. حالا من شدم مادری که به بچهش میگه دزدی کن؟ من سفره دلمو پیش تو باز کردم، با درد و دل کردم، حالا گناهکارم؟ نمیدونم گناهکار شدی یا نه، ولی انگار خیلی ناراحت شدی که گرفتنمون. جلوی چشام دور شو فاروق، وگرنه دادی میزنم که گوش فلک کر بشه. بیا فاروق، برو فاروق، هر کاری میگم بکن فاروق. تو از یه طرف، بابا هم از یه طرف. باشو برو بیرون. از اون طرفم خواهرام داد میزنن. منم آدمم دیگه بابا، آدمم. من هر کاری میکنم برای شماست. برای کی این کارا رو میکنم؟ برو بیرون دیگه، برو بیرون. من بمیرم که هم شما راحت شید هم خودم همین بدبختی هم تموم شه. برو بمیر، برو. دیوانه. های چه گیری افتادیم فاروق. چیه؟ ولم کن بابا، ولم کن. طرز حرف زدنشو ببین. برو راه تو بکش، برو همینجوری ول کن، برو یالا برو. بفرما آقا ارتان، خریدا رو انجام دادم. حالا چی کار کنم؟ کارای شرکت رو انجام بدم یا برم براتون خرید کنم؟ کدومش؟ اینا پیش تو بمونه چون تو هم با من میای. میشه بدونم کجا باید بری؟ یاشار پینا رو که میشناسی، الان بیمارستانه، زخمی شده. میریم به خانمش سر بزنیم. اگه اشتباه هم کرده باشه بازم کارمندمونه. میخوام بدونم به چی نیاز داره. میخوام خانواده‌شو بشناسم. منو ببخشید اما من دیگه تحمل همچین دردیو ندارم. برای همینم نمیام. حالت خوبه؟ باشه آروم باش. آروم؟ اینقدر احساساتی هستی اما هیچی نشون نمیدی. انگار از سنگ ساخته شدی دختر. بیا اینجا، بیا بیا. منو ببخشید. زندگی در جریانه، کافیه اجازه بدی. باید با من بیای. دردی که آدمو نکشه قوی ترش میکنه. شانس دیگه ای نداری. بریم. اگه اجازه بدین صورتمو بشورم. چی شده؟ خصوصیه. جانم فیروزه. مامان رفتی برای تمیزکاری؟ آره شیشه پاک میکنم. ساعت چند میای؟
تا بیام 7 میشه. دستم صابونیه، تلفنم لیز میخوره. باشه. دستت درد نکنه داداش. داداش فاروق، یه خانم بیرون سراغ تو رو میگیره. اون خانم نیست، زن. آفرین. بله فیروزه، چی شده؟ داداش خونه ای؟ نه بیرونم، کار دارم. ساعت چند میای خونه؟ معلوم نیست. امروز منتظرم نباش فیروزه، یا دیر میام یا اصلا نمیام تا ببینم چی میشه. باشه خدافظ. کجایی خواهر جون؟ مدرسم خواهر جون، کلاسم ساعت 5 تموم میشه. چی شده؟ باشه. خوبه دود نشدی بری هوا. وای روانشناس سفدا، فکر کردی خبریه؟ رفتی و خوردی تو دیوار، حالا برگشتی پیش من؟ این کارو نکن. چی کار نکنم؟ من که کاری نمی کنم دختر. کاری نکردم، من فقط دوستت داشتم. من دنبال دویدم و اومدم پشت سر تو، هوا تو داشتم. من عقلمو دادم دست تو، در خونمونو پشت سرم بستم. بعد تو چی کار کردی؟ بگو. منو فروختی. من به خاطر تو توی مادرم وایسادم. فایده ای داشت؟ نداشت. الان با چه روی اومدی جلوم وایسادی؟ ها؟ برای چی اومدی؟ اومدی ببینی بعد از تو به چه روزی افتادم؟ آره؟ ها؟ واسه چی اومدی؟ دلم تنگ شد. ول کن بابا سفدا، ولم کن. خدا منو بکش اگه دروغ بگم. زندگی بدون تو مثل جهنم بود. گول نمیخورم من. دیگه گول نمیخورم دختر. وقتی رفتی 30 سالم بود، الان مثل 40 ساله هم. دیگه بزرگ شدم. منم بزرگ شدم چون فهمیدم بدون تو نمیتونم. اومدم خطامو گذاشتم و اومدم. فاروق به خدا اشتباه کردی اومدی. منم یکی از خطاهای تو هم. یادت رفته یا میخوای یادت بیارم؟ اما دیگه تکرار نمیشه. دیگه تکرار نمیشه. من باشه، اگه به هم بگی برو میرم. پشت سرم هم نگاه نمی کنم. همه چی هم پاک میکنم. مثل یه غریبه میرم. هر کسی خطا میکنه فاروق. من رفتم جهنم و برگشتم. اگه میخوای قبولم کن، اگرم نمیخوایم نکن. دیگه فقط یه چیزی میخوام. اسم تو بزن تو شناسنامه‌ام فاروق. اگه میتونی همین الان. تا این سن رسیدم فامیل پدری که هیچ وقت ندیدمش روی منه. نه خونه ای دارم نه جای خوابی. حتی کلیدی ندارم که بگم این کلید خونم و بذارمش توی کیفم. این بی صاحبی دیگه خیلی برام سخت شده. بگیر، اگه میتونی این کارو برام بکن.
حتی بهش فکرم نکن. سوار شو. لباس هیچ وقت از مد نمیافته. این مدل جدیده که تازه برامون رسیده. اجلال خانم میشه لطفاً بیای؟ لطفاً قهوه‌تونو بخورین تا سرد نشده. چی شده شریفه؟ برای خانم داره وسایلشو جمع میکنه. به سلامتی کجا؟ میخوای بری سفر؟ نه. پس خونه تکونیه؟ بهت گفته بودم اینجا نمیمونم مامان، ترکتون میکنم. نه پشیمونی دیدم نه عذرخواهی، پس طرفمو انتخاب کردم. درسته؟ کافیه براک. از دید تو که نگاه میکنم انگار داری ما رو بازی میدی. همه رو میتونی گول بزنیم، اما من مادرتم. تو نبودی که میگفتی مامان اونا میخوان تو عروسی چی بپوشن؟ حالا داری بازی در میاری؟ وقتی داشتی میرفتی میدونستی دارم لباس رو میارم مگه نه؟ اما وقتی دیدی همه چی به هم ریخته آیاز اونجوری عصبانی شد، کاز کوزه رو سر من شکستی. اون موقع نفهمیدم اما الان میفهمم. همش برای نزدیکتر شدن به آیازه. موضوع ما نیستیم، مشکل تو نزدیک آیاز بودنه. آفرین دخترم، تبریک میگم. هممونو خوب روی انگشت چرخوندی. معلومه که جواب داده. چمدونم آماده از شریفه. چی شده؟ هیچی. پریشونی؟ دلیلش چیه؟ سرم درد میکنه به خاطر همین. براک خونه رو ترک کردم. هر وقت مامانم از تو صفیه خانم عذرخواهی کرد اون وقت برمیگردم. تا وقتی که این مشکل حل بشه من میتونم بیام خونه شما بمونم؟ خشکی شانس تخم خوردنم بهت نمیاد. عالیه. من نمیام، همینجا منتظر میمونم. پس الکی با خودم آوردمت فیروزه؟ یه دلیل داشتم. فکر کنم اونا رو بشناسی. میخوام برم خونه اون زن، شوهرش نیست، نمیشه تنها برم، ممکنه معذب بشه. پس تو هم باید بیای.
بطکو بفرمایید. اگه نباشن چی؟ وقت ندارم، منتظر نمیمونم. نباشن که هیچی. خیلی قدیمیه. انگار نیستن. آخه احتمالاً این ساعت سر کارن، نباید خونه باشن. گفتم که نیستن. حق با توه. بفرمی. بخیر خانم جان، ما از شرکت دمیرکان اومدیم. میخوایم همسر یاشار پینا رو ببینیم. شوهر من چی شده؟ ها؟ شما عالیه خانم هستی؟ چی تو سرت دختر؟ فکر کنم اشتباهی شده. منو اشتباه گرفتین. من فیروز عظم هستم. ایشونم آقا ارتان هستن. ارتان دمیرکان، رئیس شرکت دمیرکان. منم دستیارشونم. میخواستیم عالیه خانوم رو ببینیم اما تو نکن. نه اشتباهی نشده. قبل از اینکه خودت بیای خبرت اومده، از همسایه ها شنیدیم. همون دختری نیستی که همه رو جمعی کردی و بهشون خونه میفروختی؟ همونی دیگه. تو هم که رئیسشی. میدونین کارتون اصلا درست نبود. همه رو گول زدین و گفتین خونه میدین. من بابت این گفتم. ببخشید، چه گول زدنی؟ اون خونهایی که میگفتین کجاست ها؟ تو حومه استانبول ها؟ اونجا پرنده پر نمیزنه، آب نداره، برق نداره، پول شارژش هم خیلی زیاده. این خونه ها رو میگم. فیروزه بیا بریم. صبر کنی. من نفهمیدم برای چی اومدین اینجا. میخواستیم بپرسیم چیزی نیاز دارید؟ اومدیم بگیم خدا همسرتون شفا بده، اما دیگه هیچی. نه اینجوری نمیشه. دلم راضی نمیشه. تا در خونه اومدین. بفرمایین تو. بفرمایین یه قهوه بخوریم. بفرمایین. با کمال میل. باشه فهمیدم. تصمیم تو گرفتی، خونه رو ترک کردی. خب پس بیا ببرمت هتل. نه نمیخوام. میخوام که پیش تو بمونم. یعنی پیش شما. تو خانواده منی. بفرمایین از این طرف. بفرمایین اونجا. خونتون خیلی قشنگه. آیاز نمیای؟ اومدم.
میشه تنها با هم دیگه حرف بزنیم؟ یکی اینجوری به هم زل بزنه نمیتونم. فیروزه پایین منتظر باش. بله گوش میکنم. شما خانواده آسیب دیده ای هستین. اتفاق توی زندان رو شنیدم، خیلی ناراحت شدم. برای همین اومدم ببینمتون. خواهر جون. جان خواهر، دختر همسایه است. برو دختر، برو. باشه به مادرت بگو یکم دیگه میام. باشه منتظر باشین، جایی نرینا. تو چرا نرفتی؟ من گفتم قهوه اما نداریم. چی دوست دارین براتون بیارم؟ نه چیزی نمیخوام، خیلی ممنونم. عالیه خانم، اگه مشکلی داشتین من کمکتون میکنم. والا اگه بخواین از اون خونه ها بهمون بدین نمیتونیم بریم اونجا، چون به مرکز شهر عادت کردیم. اگه بخوایم بفروشیم هم رو دستمون میمونه. عالیه خانم، من برای کمک به شما اومدم. کار میخوام، کار با بیمه و حقوق. کار؟ چه کاری بلدی؟ من خونه تمیز میکنم، جوری رفت و روب میکنم و شیشه تمیز میکنم و برق میندازم که خودتون رو توش میبینین. یه جوری میافتم به جون خونه که تا یه هفته همه چی تمیزه. من توی این کار رو دست ندارم، امتحانم کنین. شغل من تمیزکاریه، باور کنین. به چی میخندی؟ کجاش عجیب بود؟ نه آخه من تو این فکر بودم چه کاری میتونم براتون پیدا کنم. به این فکر میکردم. باشه من به بچه‌ام میسپارم براتون کار پیدا کنم. اگه چیز دیگه ای نیست من برم. بدرقتون میکنم. خواهر پیشت. روزتون بخیر. روزتون بخیر، بازم بیاین. روز بخیر. زن جالبیه، با جسارت. چی شد؟ چی گفتین؟ چیز مهمی نبود. مامان چی شده؟ خواهرم با کی رفت ها؟ مگه تو خبر نداشتی؟ از چی؟ تو هم داری بازی در میاری؟ میخوای بفرستمت کلاس بازیگری؟ والا همه بچه هم بازیگرن هستم. مامان به خدا من چیزی نمیدونستم. بیا. چقدر زنگ میخوره، هر کی از خیلی سمجه. یکی از دوستامی. حالا کی هست این دوستت؟ فکر کنم قبلا این سوال ازم پرسیدین و منم بهتون جواب دادم. آدم باید مطمئن بشه، اینطور نیست؟ من خیلی کنجکاوم فیروزه. دوستات کی هستن؟ زندگی چجوریه؟ کدوم آهنگو دوست داری؟ تو اتاق چه چیزایی داری؟ چیزی برای کنجکاوی نیست، یه زندگی معمولی دارم. چرا با هم راه نمیای؟ چرا همراهیم نمی کنی؟ خونه تو هم همین جاست؟ همین نزدیکی هست، اما اگه نمیرید شرکت من پیاده میشم، کار دارم.
مشکلی هست؟ تا حالا به آتیش نزدیک شدی که گرم بشی اما دستت بسوزه؟ بذار اینجوری بگم، تا حالا شده از یه حریفی که برات عزیز ضربه بخوری؟ هم هنرشو تحسین میکنی، هم از ضربه‌ای که خوردی عصبانی میشی. حالا موضوع اینه، باید تسلیم کدوم حسم بشم؟ حس تحسینم یا عصبانیتم؟ یه چیزی بهت نشون میدم. اتکو بزن کنار، خودم میشینم. مامان اینجا چی کار میکنی؟ چرا انقدر تعجب کردی دخترم؟ اومدم دوستم رو ببینم. مگه چیه؟ مامان اجلال خانم لطف کرده برای دیدن من اومده. داریم صحبت میکنیم، چیزی نیست. میشه منم بدونم راجع به چی دارید حرف میزنی؟ اومدم از شما عذرخواهی کنم، اما اگه بخوای آیاز جان یک بار هم جلوی تو عذرخواهی میکنم. این چه حرفی اجلال خانم؟ من دیر فهمیدم چه اشتباهی کردم. اگه اجازه بدی بیشتر از این کشش ندیم. مگه چقدر دیگه تا روز عروسی مونده؟ نباید دوتا خانواده با هم قرار باشن؟ خوشیم نیست. بعدم تو دیگه مثل پسر منی. حرکت من اشتباه بوده صفیه خانم جان، ازتون معذرت میخوام. خوبه؟ قبوله؟ کسی که عاشقش بودم از اینجا خودشو پرت کرد پایین. نتونستم کاری بکنم. مثل برگ پاییز پرت شد، مثل سنگ زمین خورد. عذاب وجدان داشتم که چرا نتونستم نجاتش بدم. هر شب تو خوابم میدیدم دارم هولش میدم. هر شب. پنج سال. اینا رو نگفتم بترسی، گفتم که بدونی. حرفای توی چشمات خیلی عمیقه. آدم حس میکنه باید نقاب روی صورت تو برداره. خیلی کنجکاوم بدونم اگه آدم درونم رو ببینی عاشقم میشی؟ صورت تو هم نقاب داره. اما یه روزی بالاخره برش میداری. فقط میدونی چیه؟ من میتونم عمق وجود تو ببینم و همینم هوش از سرم میبره. دارین گریه میکنی؟ یه قصه تعریف بکنم. توی همچین سرمایه سختی یه گنجشک با بچهش به شاخه یه درخت پناه برده بودن. بچه گنجشک
به مادرش میگه یه شکارچی داره میاد طرفمون، داره گریه هم میکنه، اما مادرش بهش میگه ساکت باش. بهش میگه به اشکاش نگاه نکن، خونه روی دستشو ببین.